اینجا رو ببینید، اینو ببینید، توجه، اینم ببینید، دقت کنید به این عکس ها. اینم ببینید، متوجه شدین؟ اینم ببینید. من بعضی از اینا رو میشناسم، ولی نکته مهم اینم هست، اینه که همه اینا هدست دارن. ببین اینم داره، این هدفونه رو دارن اینها. من به مرور متوجه شدم هر کی توی عکس پروفایلش عینا زده داره کسچر میگه یا کلاهبرداره یا این چیزای انگیزشی اینا. ببین آقای کیکی شایعات کلاهبرداری داره کسچر میگه. یعنی لازم نیست تو بری مثلا پکیج دوره رو بخری تا بفهمی یا رو خالی بنده، همین عکس رو ببینی بسه دیگه. فرقی هم نمیکنه معلم چیه، معلم موفقیت، معلم زندگی، معلم توسعه فردی، پولداریه. و مطمئن باشید همینه که من دارم میگم، خیالتون هم راحت. بس چیزی که نمیفهمم اینه که چقدر اینا حرف میزنن. اصلا مگه میشه آدم اینقدر حرف بزنه؟ و خب آدم که زیاد حرف میزنه کسچر هم میگه.